خدمت بچه های عزیز، سابسکرایبرام، اون کسایی که ویدیو ما میبینن. بچه ها، این ویدیومون در مورد مرد خندانه. مرد خندان که شاید بعضیاتون بدونید قضیهشو، بعضیاتون هم ندونید، ولی من بهتون توضیح میدم در مورد چیه اونایی که نمیدونید. اوکی. بله، درسته. اوکی. باشه دیگه، اینقدر نگو اوکی. بله، میخوام این کارو بکنم. ببینید داستان از چه قرار داره. یک ویدیو هم هست در مورد اون، همین مرد خندان. اونو در ادامه بهتون نشونش میدم و دیگه قضاوت با خودتون بگید که اگر ببینید راسته یا نه. خب من ویدیو رو استاپ کنم. One eternity later. خب ویدیو پاس درست شد. خب بچه خب میخوایم بریم الان ویدیو رو با هم ببینیم. من الان میخوام یه دقیقه ویدیو رو دوباره پاز میکنم. خب بچه ها، ویدیوشو پیدا کردم. ببینید اول دارید توضیحشو بدم. این یک مردیه که خندانه و همیشه خندانه. ببینید شما برید بیرون، مثلا هر ساعت نصف شب باشه، ساعت 12 یا 1 یا 2 یا 3 که ساعت 3 نصف شب که ساعت شیطانیه، برید بیرون. اگه این مردو دیدید 100% سریع فرار کنید، چون میگیردتون، یه بلایی سرتون میاره که بهتره نگم. یک بلایی سرتون میاره و میکشدتون. ببینید بریم دیگه فیلمو با هم ببینیم. بریم. اوکی بچه ها، یه لحظه. بسم الله. یه صدای پا اومد از اونجا، هیچ کس هم اونجا نیست. بی خیال نیست، اشکال نداره. خب بچه ها، بریم ببینیم سیدی تنظیم کن. خب ببینیم زیادی کم کیفیت رو بالا ببرم. حاجی نمیشه. خوبه این کیفیتش. خودش هم زده ساعت 2 شب این اتفاق افتاده. تو توضیحاتش 2 شب این مرد خندان. این الان یارو فکر میکنه که خوله دیگه. فکر میکنه این یارو یه اتفاقی واسه افتاده که خیلی خوشحال کننده بوده و خوشحالش کرده و یا فکر کرده خوله. کلن اینجوری را میره، خوله فکر کرده یارو خول ماله. ولی دیگه یکم تعجب میکنه، میگه داره سمت من. اینجا یکم تعجب کرد و رفت اون دست خیابون، اون ور خیابون. تعجب کرد و ترسید، گفت چرا داره میاد سمت من؟ اینجا داره میره اون ور خیابون. اینجا این داره میاد اون ور خیابون که بیاد
آره بره برای سرش بود. اینجا پوشیشو میخواد نمیکنه. بکنم کسی نباشه اینجا. نه هست چون نشسته شد. ای بابا آها قیافش رو نکنید. خیلی ترسناکه. خیلی ترسناکه. خیلی نگاه کنید قیافش رو. خیلی ترسناکه. الان برمیگردم. اینجا دیگه ترسید. گفت شما میای دیوونه ای. گفت چرا میای اینجا دیوونه ای. یه نفس راحت میکشه و به راهش ادامه. برو حاجی اصلا نیستش. بیرونسون ویدیو رو تموم میشه. ادامش حل بشه. خیلی بده حاجی. خیلی ترسونه. یهو یکی اینجوری چشاش حاجی. بسم الله این رفشه. بچه ها از این ویدیو خیلی عجیب و غریب بود. اگه شب رفتید نصف شب رفتید جایی، اگه این مرد رو دیدید یا هر مرد خندانی ممکنه باشه، فقط این مرد که نیست، هر مردی ممکنه باشه که خیلی هم خطرناکه. پس حواستون رو جمع کنید تا ویدیوهای بعد.